افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خرگوش دانا. افسانه فارسی. بود نبود، در جنگل سبز و زیبای خرگوش دانایی بود. یک گرگ بدجنس و یک روباه مکار همیشه نقشه میکشیدند تا این خرگوش را شکار کنند، ولی نمیتوانستند. یک روز روباه مکار با گرگ گفت: من نقشه زوری دارم و این دفعه می توانیم خرگوش را شکار کنیم. گرگ گفت: او چی نقشه داری؟ روباه گفت: تو پایان جنگل، همان جایی که زنبورهای زهرناک می رویند، رو و خودت را به مرده انداز. من باشم پیش خرگوش می روم و می گویم که تو مردی. وقتی که خرگوش به دیدن تو می آید، او را می داری. فهمیدی؟ گرگ قبول کرد و به همون جایی رفت که روباه گفته بود. روباه هم نزدیک خانه خرگوش رفت و زور زور گریست و با آوازی بلند گفت: های خرگوش، اگر میدانستی چی بلایی به سرم آمد. دیشب دوستی عزیزم گرگ پیر ندانسته زنبورهای زرناک را خورده و مرده است. باور نمی کنی؟ خودت را ببین. خرگوش از این خبر خوشحال شد. با خودش گفت: آها، روم و بینم چی گپ شده است. او همون جایی رفت که زنبورهای زرناک می رویدند. از پشت بوته ها نگاه کرد و دید که گرگ پیر به زمین افتاده و نمی جنبد. خوشحال شد و گفت: از این گرگ بدجنس خلاص شدم. خواست پیشتر رود و از نزدیک او را بیند، اما با خودش گفت: اگر زنده باشد چی؟ آن وقت مرا یک لقمه خام میکند. بهتر است احتیاط کنم و باور پیدا کنم که او در حقیقت مرده است. آنگاه از پشت بوته ها با آوازی بلند گفت: پدرم به من گفته بود که وقتی گرگ میمرد دهانش گشاده می شود، ولی این گرگ پیر دهانش بسته است. گرگ با شنیدن این گپ کم کم و آهسته آهسته دهانش را گشاد تا به خرگوش نشان دهد که مرده است. خرگوش با دقت به دهان گرگ نگاه میکرد. دید که دهان گرگ گشاده شد. آنگاه فهمید که گرگ زنده است. بعد با آوازی بلند فریاد زد: ای گرگ بدجنس، اگر تو مرده باشی چرا دهانت می جنبید؟ زود خیز از جایت. باز هم فریبت کار نداد. خرگوش این رو گفت و زود از آنجا فرار کرد. این بود افسانه خرگوش دانا.
افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین برای